عبدالرحمن قادری سابق رئیس ولایت سوخت را ما طریق تلفن از شهر مسکو پیدا کردیم. عبدالرحمن قادری با یک سفر کاری در شهر مسکو قرار داشت. یادآور می‌شویم که ماه ینور بنابر سبب به سن نفقه رسیدن عبدالرحمن قادری از وظیفه رئیس ولایت سوخت کنار رفت. اما او در صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی گفت که او هنوز همچون منصبدار در مقام معاون اول مجلس ملی فعالیت میکند. تا زمانی در منصب بودن و پیش از آنی که از منصب برود در مورد آوازه ها زیاد بود. از جمله یکی از آوازه هایی که در ولایت سوخت خیلی پخش شده بود این بود که عبدالرحمن قادری نبیره‌اش را با نبیره رهبر جمهوری امام علی رحمان با هم در یک مراسم خاص توی کردند. اما عبدالرحمن قادری گفت این تنها یک آوازه بوده، حقیقت واقعی ندارد و آنها با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هیچ گونه رشته خویشتباری ندارند. همچنین عبدالرحمن قادری درباره زمان کاریش به ما چند مسئله دیگر را شرح داد. از جمله گفت که زمان رهبریش به ژورنالیستان تاکید کرده بود او را وصف نکنند. همچنین در مورد بحث‌های مرزی در تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات داد و گفت در زمان 4 سالی رهبریش همیشه تلاش میکرد تا بحث‌های مرزی در سطح دو کشور جریان نگیرند و اینها رو در سطح محلی یعنی میان دو جمهوریت یا میان دو ولایت حل میکرد. اگر شما میخواهید تفصیلات بیشتری از این صحبت با سابق رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری را بخوانید به سامانه رادیو آزادی زیر www.azadi.org وارد شوید.